اگه دنبال یه راهی هستی که کلمات زبان انگلیسی یادت نره، باید تو قالب داستان یادشون بگیری. داستان، فیلم، سریال یا همچین جور چیزایی. سلام بچه‌ها، من الهام هستم، مدرس بین‌المللی زبان انگلیسی. توی این قسمت قراره با هم دیگه داستان From the Heart رو شروع بکنیم و در خلال داستان من کلی نکات آموزشی خفن بهتون یاد میدم در رابطه با grammar, vocabulary and everything that you need. این کتابیه که واسه سطح مبتدی تا متوسط خوبه. ممکنه واسه سطح پیشرفته قطعا همینطور خسته کننده باشه، بنابراین اگر سطحتون متوسط یا مبتدی هست این کتاب خیلی میتونه واسهتون کاربردی باشه. نوشته که My first days at Oxford. روز اول من در آکسفورد، دانشگاه آکسفورد رو میگه. The Oxford bus was late. اتوبوس آکسفورد دیر کرده بود. Was late. بچه to be late یعنی دیر بودن، دیر کردن. مثلا من میگم I am late. من دیرمه. You are late. دیرته. She is late. To be late. To be and she am و are. I looked at Dad and he looked at me. I didn't speak. بچه دقت کنید تلفظ didn't نگید didn't، میخوری یه قسمت آخرشو. I didn't speak. What could I say? چی میتونستم بگم؟ It was good that Jane was there. خوب بود که جین اونجا بود. Phone me when you get to the university. بچه فعل get خیلی پرکار برده. Get to somewhere یعنی رسیدن به جایی. Get to university اینجا استفاده شده. Of course Dad. Jane smiled and took my dad's arm. جین لبخند زد و بازوی پدرم رو گرفت. Derek. Anna's going to be okay. She's a big girl now. آنا قراره که اوکی باشه. خوب باشه. اون یه دختر بزرگی الان. I know, said Dad. میدونم. But there are lots of not very nice people out there. یه عالمه آدم ناخوب not very nice آدمایی که خوب نیستن اون بیرون هستن. Foreigners, most of them. Dad. خارجی ها foreigners. بچه foreigners کلمه به معنی خارجی. Most of them یعنی بیشتر اونها. The bus came after about 10 minutes. اتوبوس بعد از 10 دقیقه اومد. We all said goodbye and I got on. بچه اینجا got on به معنی در واقع گذشته فعل get on هست، به معنی سوار شدن. دقت بکنید که برای سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی معمولا اونایی که سرتون خم نمیشه میخواین واردش بشین از حرف اضافه آن استفاده بکنید، ولی واسه ماشین از این استفاده بکنید چون سرتون خم میشه میرین داخلش. این یه سیکرته، یه راز خاصیه که حواستون بهش باشه. مثلا من میگم که I got on the airplane, I got on the ship, I got on the bus و همینطوری دیگه. واسه کشتی، اتوبوس، هواپیما همه اینا از get on استفاده بکنید. واسه ماشین از get in. I sat down and watched Jane and Dad standing there in the cold, smiling at me. Sat down بچه ها گذشته sit down and I watched Jane. من جین رو تماشا کردم و بابام رو که ایستاده بود اونجا توی سرما و به من لبخند میزد. I liked Jane. She and Dad were good friends. من جین رو دوست داشتم. اون و پدرم و بابا، پدرم که نه dad بچه یعنی بابا، اون و بابا دوستای خوبی بودن. They met at work. اونا ملاقات کرده بودن، یعنی هم سر کار هم دیگر دیده بودن. Of course, that was after mom left us. البته که اون بعد اینکه مامانم ما رو ترک کرد بود. یعنی اون اتفاقه. But I didn't want to think about that. ولی من نمیخوام بهش فکر کنم. 5 minutes later, the bus left. 5 دقیقه بعد اتوبوس ترک کرد. دقت کنید بچه ها نمیگه اتوبوس رفت، یعنی ترجمه نمیکنه بگه the bus goes یا went. اشتباهی که خیلی از ما انجام میدیم توی اسپیکینگ، از left باید استفاده کنیم. ترک کردن به معنی با فعل leave میاد.
And with it I left Jane and Dad and my old home behind me. و با اون من پشت سر گذاشتم، رها کردم جین و پدر و یعنی بابا و خونه قدیمیمون. بچه left something behind یا به شکل حال ساده بیارم یعنی بیسیک فرمش میشه to leave something behind، یعنی چیزی رو پشت سر گذاشتن و رها کردن. I leave something behind. I leave everything behind. من همه چیز رو پشت سرم میذارم و میرم. It was hot on the bus. میبینیم بچه ها نمیگه in the bus، میگه on the bus. واسه باس همیشه از حرف اضافه on استفاده کنید. And I took off my new coat. و من took off گذشته take off در آوردم کت جدیدم. It was a present from dad. اون یک هدیه بود از بابام. For climbing in Wales. برای کوهنوردی کردن در شهر ویلز که توی بچه بریتانیاست این شهر. We can go climbing again when you're in Oxford. ما میتونیم دوباره بریم کوهنوردی وقتی که تو توی آکسفوردی. He said. باباش میگه. We wanted to go back to Wales next month. ما میخواستیم برگردیم به ویلز. Go back بچه ها. Phrasal verb go back یعنی برگشتن به جایی. ما آینده میخواستیم برگردیم به ویلز. I looked out of the bus window and thought about Oxford. من بیرون رو نگاه کردم از پنجره اتوبوس و فکر کردم راجع به آکسفورد. I'm going to be a student at Oxford University, I thought. But am I going to like it? من قراره که دانشجوی آکسفورد یونیورسیتی بشم، دانشگاه آکسفورد بشم. من فکر کردم، یعنی داشته با خودش فکر میکرده. اما آیا من قرار دوستشم داشته باشم؟ قرار دوستش داشته باشم یا نه؟ دوستش دارم یعنی؟ My first days at Oxford were exciting. روزای اول در دانشگاه آکسفورد هیجان انگیز بود. Everything was new. همه چیز جدید بود. I had a new room to live in. I bought lots of books and I met lots of new people. من یه اتاق جدید داشتم که توش زندگی بکنم. یه عالمه کتاب خریدم و یه عالمه آدمای جدید ملاقات کردم. There were 2 girls living with me. 2 دختر بودن که با من زندگی میکردن. Penny and Magda. Penny و Magda. Penny was from Manchester and Magda was from Germany. Penny اهل منچستر بود و مگدا اهل جرمنی، آلمان. بچه دقت کنید اشتباه رایج. جرمنی به معنی آلمانه نه آلمانی. این به خاطر اون هوموفون یعنی هوموفون بودن صداهاشون که یکسانه. ما میخوایم بگیم جرمنی یعنی آلمانی در حالی که غلطه. جرمن میشه آلمانی ملیتشونه یا زبانشونه. جرمنی به معنی آلمان اسم کشوره. The country name. اوکی ادامه بدیم. We were soon good friends. ما خیلی زود دوستای خوبی بودیم. یعنی دوست شدیم با هم دیگه. At the end of the first week, there was a dance for the new students. At the end of بچه اینو دقت بکنید. در پایان هفته اول. At the end of یک عبارت خیلی خوبیه. مثلا من میتونم بگم at the end of the story در پایان داستان. At the end of the movie. At the end of the film. مهم اینه که بعد از at the end of یک اسم میاد. و نکته مهم چرا من نمیگم at the end of چرا میگم at the end of به خاطر اینکه the برخورد میکنه به یک vowel به یک حرف صدادار. end صدای ا میده صدا داره حرف صدا داره به خاطر همین the تبدیل میشه به the. مثلا من میگم the apple the earth. okay. There was a dance for the new students. یک رقصی بود واسه دانشجوها. Penny, Magda and I went to it. من و پنی و مگدا رفتیم اونجا. The music was good and I danced with some of the boys there, but they were all very young. میگم موزیک خوب بود. من رقصیدم با بعضی از پسرای اونجا اما همشون خیلی
اما اونا خیلی جوان بودن. پسرها رو میگه. Most of the time, Penny, Magda and I dance together. بیشتر وقت رو من و پنی و مگدا با هم رقصیدیم. Dance together. عبارت dance together بچه مهمه. Eat together. Dance together. چه میدونم get together. Get together یعنی دور هم جمع شدن. It's hot in here. این تو گرمه. Said Penny. بچه ها said Penny رو میبینید جاش عوض شده. شاید سوال براتون پیش بیاد چرا نگفته Penny said. Both are correct. هر دوش بچه ها درسته. چه بگم Penny said چه بگم said Penny. Let's go and get a drink. بیا بریم و یک درینکی بگیریم. نوشیدنی بگیریم. drink. بچه درینک هم نونه هم فعله هم وربه. یعنی چی؟ It's noun and verb at the same time. هم اسم هم فعله. درینک به معنی نوشیدن. درینک به معنی نوشیدنی. Get a drink. بگیریم یک نوشیدنی. Get something بچه کلن عبارت پرکاربردی تو آمریکا و انگلیس فرق نداره. Let's go هم که دیگه میدونید یه جمله امریه. وقتی میخوایی یه سجستشن یا پیشنهادی به یکی بدی میگه let's go, let's do, let's dance, let's چه میدونم move. همه اینا میشه که منفیش هم توی ویدیو کوتاه براتون گفته بودم. Let's not go. منفیش میخوام بکنم. کافیه یه not بیارم قبل go. Let's not go, let's not do something like that. Yes, said Magda, I'm thirsty. Okay, I said, leave it to me. اونجا گفت I'm thirsty یعنی من تشنمم. Leave it to me بچه عبارت مهم. به من بسپارش. Leave it to me. Leave it to God. I leave you to God. من شما رو به خدا میسپارم یا leave it to God به خدا بسپارش. همینجا میخوام بچه به خدا بسپارمتون چون که تا اینجا دیگه کافیه. تا اینجا فهمیدیم که اینا رفتن به دنس پارتی و میخوان که برقصن و داره بهشون خوش میگذره. میخواد بره درینک بگیره. ببینیم تو قسمت بعد چه اتفاقی واسه اون دختر میفته. احتمال زیاد قرار وارد یک ماجرای عاشقانه خیلی خفن بشیم. توی جلسه بعد بچه توی قسمت بعد این ویدیو براتون ادامه داستان رو میخونم. Have a great day everybody. See you soon. Bye bye.